از کجا شروع کنیم، چه کتابی بخریم، از کجا بخریم، سطح امتحانات سفارت چطوریه، همه اینا رو توی این ویدیو بهتون پاسخ میدم. پس تا آخر ویدیو همراه باشین. برای شروع و یادگیری یه زبان جدید خب 2 تا گزینه دارین، یا اینکه از همون ابتدا برین کلاس برای اینکه خودتون شروع کنید به طور مستقل بخونید. خب اگر کلاس میرین که هیچی، این ویدیو شاید به دردتون نخوره، شاید هم براتون مفید باشه. ولی اگر میخواین خودتون شروع بکنید و از بیس زبان هلندی رو مستقل بخونید، براتون خیلی پیشنهادهای کاربردی دارم. اولین و مهمترین چیز برای یادگیری یه زبان داشتن یه منبع کامل و جامع و در عین حال ساده و کاربردی هست. این پاکت همین الان بگم که توی ایران نیست، یعنی تا الان من میدونم که نیست، حالا شاید بیاد و اومده باشه. تنها راهش اینه که از هلند خریداری کنید و اینو آنلاین سفارش بدین و بگین که براتون با پست بفرستن و به دستتون توی ایران برسه. لینک خرید این پاکت رو من توی قسمت توضیحات ویدیو میذارم. شما اونجا میتونید سفارش بدین و بگین که براتون بفرستن ایران، حالا اگر آشنایی اینجا دارین یا حالا همسرتون اینجا هست. چون خب بالاخره وقتی میخواید زبان هلندی رو یاد بگیرین یا ازدواج کردین، لازمه که امتحان آیک رو توی ایران بدین، یا حالا میخواید ازدواج کنید. این پاکت خیلی جامع و کامل هست. چیزایی که داخلش هست اینا هست. اولیش این کتاب هست در ندرلند که توش آلفابت، رنگ ها و هر چیز بیسیک دیگه ای، ولی خب نیمه دومش کلی جمله بندی و یه کمی پیشرفته تره. خیلی جامع و کامل هست. دومیش خب دوباره این کتاب هست. این کتاب همش عکسه. میبینین شما یه بخشی رو توی امتحان دارین، امتحان آیک سفارت، که لازمه این عکس ها رو بشناسین و بدونین عکس ها متعلق به کجاست. خب خیلی ساده است این، هیچ. و کتاب دیگرش هم خب این هست که شما میتونید اینو خودتون انتخاب بکنید که ندرلندز به چی باشه. الان میبینید اینجا نوشته فارسی، میبینید زده هلندی به فارسی، که موقع خرید میتونید انتخاب کنید که کدوم رو بخرید. این کتاب چیه؟ این کتاب یه عالمه لغت هایی که توی اون یکی کتاب هست رو داره با ترجمه فارسیشون. یه چیز خیلی خوبی هم که داره این CD هست که داخلشه و میتونید گام به گام هر چیزی که توی کتاب هست رو بشنوین. من این پاکت رو میارم جلو که اگر دوست دارین از صفحه اسکرین شات بگیرین داشته باشین. اما خب من لینک خریدش رو حتما براتون میذارم داخل توضیحات. اگر ویدیو تا اینجا براتون مفید بوده ممنون میشم همین الان ویدیو رو لایک کنید و همینطور کامنت بذارین و نظرتون رو در مورد ویدیو بگین و اگه سوالی داشتین حتما بپرسین که جواب میدم. من خودم از روزی که این کتاب رسید به دستم نشستم دونه به دونه صفحاتش رو خوندم، خودم ترجمه کردم و توی یه دفتر برای خودم نوشتم. و خوبی هم که داره خب همراه با صدا هست، شما میتونید تلفظا رو گوش کنید و اینکه براتون یک نواخت هم نیست، همینجوری که دارین تصویر و صدا رو میبینین و میخونین براتون یکم جالب تر میشه. اگر لازمه که امتحانات سفارت رو بدیم با همین یه دونه کتاب، البته با همین یه دونه پاکت، چون اون 2 تا کتابم لازمش هست، حتما باید کنارش باشه. با این یه دونه پاکت بهتون قول میدم که امتحانات آیکتون رو خودتون تنهایی بخونید حداقل 3 ماه و حداکثر 6 ماه. اگر خودتون بچسبید، یعنی واقعا انگیزه داشته باشین، شوق داشته باشین خودتون بخونید، بهتون قول میدم که حداکثر 6 ماه آیکتون رو خودتون قبول میشید بدون نیاز به رفتن هر کلاسی. چون که واقعا تجربه خودمه و من اگر اشتباه نکنم تو 5 ماه از 0 تا کل کتاب رو خوندم و بعد رفتم امتحانات سفارت رو دادم و همش هم نمیدونم 10 9 اینا گرفتم. این CD که همراهش هست توش بجز این که حالا تلفظای این کتاب رو میتونید ببینید، یه فیلم دیگه هست که میتونید ببینید در رابطه با آشنایی با هلند، در رابطه با صنعتش، جاهای تاریخیش، جاهای توریستیش، کلا راجع به همه چیه هلنده. یه چیز بیسیک که بخوایم با هلند آشنا بشین هست. اون فیلم جوری نیست که حالا خیلی واضح و شمرده صحبت بکنه، خیلی عادی و روون حرف میزنن، ولی خب خوبی که داره زیرنویس هلندی داره. من خودم از روز اول با کلی اشتیاق، چون تصویر داشت، ویدیو بود، میشستم اینو نگاه میکردم و دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه شو
کلمات هلندی که زیرنویسش بود و مینوشتم توی یه دفتر برای خودم و دونه به دونه اونا رو ترجمه میکردم. خیلی برام شیرین و جالب بود این کار. از طرفی اصلا لازم نبود ولی خب این خیلی بهم کمک کرد. یعنی اون فیلم فقط واسه اینه که شما یه ایده یا یه تصویر کلی از هلند توی ذهنتون باشه، ولی لازم نبود من این کار رو بکنم. ولی خب دوست داشتم، خیلی برام شیرین بود. همین که کلی لغت و نکته و نوشتن یاد میگرفتم، همین که خیلی چیزا راجع به هلند میدونستم، واسه همین برام جالب و جدید بود و این کار رو ادامه دادم. و کل ویدیو رو حالا یادم نیست دقیقا 1 ساعت 2 ساعت بود، من این رو خوندم توی همون مدت 4-5 ماه. راجع به امتحانات سفارت هم بخوام بگم خیلی آسونه. بچه‌ها سخت نگیرید. از طرفی هم خیلی ها هستن واقعا ردش میشن. چرا؟ خب خیلی هایی که واقعا ردش میشن به خاطر اینکه من میگم بازم برمیگردیم به اون قضیه که اون ذوقه و علاقه و انگیزه و شوقه نیست، یه اجباریه که باید برای گرفتن ویزاشون مثلا اون امتحان رو بدم. میدونید اون اجبار شاید باعث میشه که رد بشن، نمیدونم. ولی اینجوری نیست که بگیم که شما یعنی واقعا درس هم نخونده باشین تو ایران، حالا یه دیپلم داشته باشین، واقعا خودتون میتونید شروع کنین بخونینش و برین امتحانا رو بدین. خیلی راحته. 3 تا بخش داره این امتحان. یکی حرف بزنین، یکی گوش بدین، یکی همین که KNM هست یعنی آشنایی با بخش هلند، همون کتابی که بهتون گفتم عکس داره و راجع به هلند بیشتر مثلا آشنا میشید. توی اون یه ویدیو هم داره که اون ویدیو رو هم نگاه کنید، مکمل همدیگه اینا، با هلند بیشتر آشنا میشین. و یه سوالای خیلی بیسی. یه مثال بخوام بزنم، مثلا برای بخش لاوسترنش یا همون اینکه گوش کنید، اینکه مثلا یه کلمه ای رو نوشته و شما 4 تا کلمه میشنوید، میگه اینی که من دارم میگم کدوم این کلمه هست، یعنی کدومش این کلمه هست. همین، انقدر ساده است. و حالا خب بالاخره وقتی بیسید براتون مشکله، باید تمرینش کنید. میدونید انقدرم نمیگم ساده است که شما سهلش بگیرین که خدای نکرده قبول نشید. براش تمرین کنید 100% قبول. یه بخشی هم داره که در اصل لیزنه، باید یه کمی بخونید. یعنی میدونید باید یه متنی رو بخونید و اون یه سوالی رو کرده، شما از توی اون متن جواب بدین. در اصل لیزن و لاوسترن یکی کردن. بخش اسپرکن هم که اصلا لازم نیست شما جمله طولانی بگین یا یه چیز سختی باشه. اکثر چیزایی که لازمه بگین که اصلا یک کلمه‌ایه، هیچ دیگه نهایتا مثلا 3-4 تا کلمه بشه. مثلا میگه کجا زندگی میکنی، شما باید بگید من در تهران زندگی میکنم. مثلا چه تاریخی به دنیا آمدی؟ من این تاریخ به دنیا آمدم. حتی اگه جمله کاملا نگین، اون میپرسه کدوم شهر زندگی میکنی، شما فقط بگین تهران، بازم خوبه. میدونید اون میخواد ببینه شما متوجه میشین که سوال چی هست و میدونید که باید چه جواب بدید یا نه. حتی اگه جمله بندی هم نکنید ایراد نداره. برای آیک شما میتونید یک کلمه همه رو جواب بدید. برای بخش KNS ببخشید من توی فکر کنم صحبت‌های قبلم گفتم KNM مال آدو، KNS هست اسم آیک. برای بخش KNS همون قسمت آشنایی با هلندم، سوالا اینطوریه که مثلا عکس پادشاه هلند رو میذاره و چند تا چیز هست، میگه که این کیه، مثلا زده کنینگ وزیر امور خارجه. میدونید باید شما اینو ببینید که توی همین کتابه که تصویرها هست خیلی راحت میتونید اینو تمرین کنید و همینطور توی اون ویدیوه. یا مثلا میگه که یه اسم یه شهری رو میگه این کجای هلنده، میدونین. یا مثلا هلند با چه کشوری همسایه است. این سوالای بیسیک و راحت. الان بریم با هم دیگه چند تا از نمونه سوالا رو تصویری ببینیم. Wat hebt u vandaag gegeten? Waar gaat u wonen in Nederland? Naïma gaat naar de markt. Ze koopt. Elisa maakt een examen. Ze vindt dat puur, poot, punt, pint. Uit welk land komt koningin Maxima? Waar kunt u zich in Nederland inschrijven als u werk zoekt? اگر چیزی رو یادم رفت که بهتون بگم ازم سوال کنید، حتما جواب میدم. این سوالایی بود که بیشتر توی پیج اینستاگرام از من پرسیده بودیم و من سعی کردم به همه سوالاتون جواب بدم. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشین و ویدیو براتون مفید بوده باشه. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. تا ویدیو بعد، خداحافظ.